بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى و بعد. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت جدیدی برنامه گناهان کبیره خدمت شما عزیزان و سروران هستم. البته گناهی را که در این قسمت در موردش صحبت می کنیم یکی از گناهان بزرگ که در قرآن کریم مرتکب این گناه، کسی که این گناه را انجام می‌دهد، او را الله متعال به جنگ و مبارزه دعوت می‌کند. یعنی کسی که مرتکب این گناه می‌شود، الله می‌گوید که این انسان با الله و پیامبر جنگیده است. موضوع این قسمتمان ربا یا سود، ربایی که سود هم او را گفته می شود. در مورد رباست. الله متعال در آیات متعدد قرآن کریم به این موضوع می پردازد و مسلمانان و مؤمنان را از خوردن ربا، از گرفتن ربا، از گرفتن سود منع می کند. الله متعال در آیه 130 سوره آل عمران می فرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه. ای مؤمنان، ای کسانی که مدعی ایمان هستید و ادعای ایمان را دارید و خود را مؤمن میپندارید، لا تأکلوا الربا، سود نخورید، ربا نخورید، اضعافا مضاعفه، چند برابر. واتقوا الله لعلکم تفلحون، از خدا بترسید تا باشد که شما رستگار و فلاحیاب شوید. در جای دیگر الله متعال می‌فرماید که الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. کسانی که ربا میخورند و سود میخورند، اینها وقتی که استاد میشوند در روز قیامت برانگیخته میشوند، دوباره زنده میشوند، اینها استاد نمیشوند مگر مانند کسی که او را جن زده باشد. در روز قیامت انسانهای نیک و بد، گناهکار و بیگناه، مسلمان و کافر، همه وقتی که از قبرهایشان بیرون میآیند و به سوی محشر در حرکت می باشند، اینجا یک گروه مثل جن زده ها، مثل کسی که او را جن زده باشه، درست راه رفتن نمیتونه، میفته میخیزه، میفته میخیزه، گاهی این بر میره گاهی آن بر میره. کسانی که در دنیا سود میخورند، اینها وقتی که زنده میشوند درست راه رفته نمیتوانند. به خاطر چی این عذاب؟ به خاطر چی است؟ به خاطر که آنها حرام خدا را حلال میپنداشتند. این به خاطر این است که آنها میگفتند که انما البیع مثل الربا، این بیع مثل رباست، مثل سود است، تجارت مثل سود است، سود هم یک نوع تجارت است. بله، سود هم یک نوع تجارت است، اما تجارت حرام، تجارت ناجایز. قتاده رحمه الله به همین خاطر میگوید که کسی که سود میخورد در روز قیامت مجنون، دیوانه برانگیخته میشود. در مورد سود و عذابی که سودخوران در قیامت میبینند و میچشند، روایات زیادی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده است. در روایت میآید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که وقتی که من را به معراج بردند، سمعت فی السماء السابعة فوق رأسی رعدا و صواعق. وقتی که به آسمان هفتم میرفتم، صدای برق و رعد و صاعقه ها را میشنیدم و در آنجا دیدم مردانی را که شکمهایشان پیش رویشان
خیلی بزرگ بود، مثل یک خانه بزرگ پیش رویش شکمهایشان برآمده بود و در این شکمها مارها و گژدمها داشتن حرکت میکردند و از بیرون شکمهایشان این مارها و این گژدمها در داخل شکمهایشان دیده میشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که وقتی که من این نوع انسانها را دیدم که شکمهای بزرگی دارند مثل یک خانه بزرگ و در داخل شکمهایشان مارها و گژدمها دارند حرکت میکنند، از جبریل پرسیدم من هؤلاء یا جبریل، این گروه کی هست؟ کی ها هستن اینها؟ جبریل میگوید که هؤلاء اکلت الربا، اینها سودخوران و رباخوران هستند. عبدالله ابن مسعود از پدرش نقل میکند که میگوید اذا ظهر الزنا والربا في قرية اذن الله بهلاكها. در هر قریه و منطقه‌ای که زنا و ربا، زنا و سود ظاهر شود و انتشار پیدا بکند و منتشر شود، اذن الله بهلاکها، خداوند هلاکت این قریه را اجازه میدهد. و همچنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت میفرمایند که ما ظهر فی قوم الربا الا ظهر فیهم الجنون. در هیچ قومی سود و ربا انتشار پیدا نمی کند مگر اینکه در آنها جنون و دیوانگی نیز زیاد می شود. همچنان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است که می‌فرمایند اربعة حق علی الله الا یدخلهم الجنه ولا یذیقهم نعیمها. 4 گروهی هستند که خداوند حق دارد آنها را به بهشت وارد نکند و آنها را از نعمتهای بهشت محروم بگرداند. از جمله این 4 گروه یک گروهش آکل رباست، کسی که سود میخورد و ربا میخورد. سود چی است؟ سود در تجارت و در معاملات این است که من به شما 10 ریال بدهم یا 10 دلار بدهم و بعد از شما 12 دلار طلب کنم. من به شما 1 من گندم میدهم و از شما 2 من طلب میکنم. به شما 5 کیلو خرما میدهم و 7 کیلو از شما میگیرم. چیزهایی که هم نوع هستند، خرماست، مثلا گندم است، پول است، طلا است، نقره است، چیزهایی که همرنگ هستند. یک کسی 1 کیلو طلا میدهد و 2 کیلو میگیرد، 100 گرم میدهد و 150 گرم میگیرد. این سود است. این اضافی که میگیره بدون بدل، این سود است. اگر کسی 1 کیلو برنج به کسی میدهد، از او 2 کیلو مثلا میگیرد، این سود است. ولو اینکه یک برنج ارزشش بالا باشه و یک برنج ارزشش پایین باشه. مثلا یک برنج در بازار کیلویش 5 دلار است، یک برنج دیگه کیلوی 10 دلار است. ما حق نداریم که وقتی که برنج 10 دلاری را به کسی میدهیم 1 کیلو برنج 10 دلاری بدهیم و از او 2 کیلو برنج 5 دلاری بگیریم. اگر این کار را کردیم این سود می شود. در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یکی از عاملین زکات، عاملین صدقات چنین کاری کرده بود. او به خاطر گرفتن زکات خرماها رفته بود. وقتی که از آنجا خرماها را آورد، خرماهای خیلی عالی بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که آیا کل خرماهای آن مردم همین قسم خرمای عالی بودند؟ این صحابی گفت نه خیر یا رسول الله، خرمای آنها متنوع و مختلف بود. بعضیاش نوع عالی بود، بعضیاش کمی خوب بود، بعضیاش خیلی ردی و پست بود. من از خرماهای ردی که در زکات حساب میشد 2 کیلو دادم، از آنها خرمای عالی 1 کیلو گرفتم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند نه خیر، این رباست، این سود است. تو باید خرمایی که عالی داشتی
یا خرمایی که ردی و پست داشتی میخواستی که در بدل از این عالی بگیری، او را میفروختی در بازار، باز با قیمتی او رفته خرمای عالی میخریدی. پس چیزهایی که هم جنس هستن هم نوع هستن، در تبادل اینها اگر ما کم بدهیم و زیاد بگیریم سود می شود، ولو اینکه یکش نوع خوب باشد و یکش نوع خراب. اگر نوع فرق میکنه باز اشکال نداره. اگر من 1 کیلو برنج میدم هم از شما 2 کیلو گندم میگیرم، اینجا اشکال نداره و این سود نیست. اگر من به شما 1 کیلو طلا میدم از شما 4 کیلو نقره میگیرم، اشکالی ندارد، این جایز است، چون نوع فرق میکنه، جنس فرق میکنه. یک جنس را تبادل کردن همراه اضافه، این را سود میگویند و این حرام است. یک نوع سود این است و نوع دوم سود هر قرضی که به ما منفعت بیارد او سود است. کسی میاد پیش من به پول نیاز دارد، از من میخواهد $100 براش بدهم، میگم من نمیدم. چرا بدم به تو؟ خب میگم به تو پس آن اضافه میتونم $100 برای من الان بده، 1 ماه بعد یا 2 ماه بعد از من $110 بگی. اگر من به این انسان $100 قرض میدهم و 1 ماه بعد یا 2 ماه بعد $110 میگیرم، این $10 که گرفتم سود است، چون من به او قرض دادم و این قرض برای من $10 منفعت میارد که این سود است. خب در مورد سود روایات و وعیدهای شدیدی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شدند. روایت معروفی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند الربا 70 بابا، ربا 70 دروازه دارد، 70 موارد دارد، مواردهای مختلفی. اهونها مثل ان ینکح الرجل امه، الله المستعان، اعوذ بالله. ربا، سود 70 دروازه دارد. اندکترین و پایینترین این سود مثل این است که انسان با مادرش زنا کند، العیاذ بالله. ما قبلا در مورد خدمت به پدر و مادر، نیکی با پدر و مادر، با والدین خواندیم که مادر چی هست برای یک فرزند، برای یک طفل چه ارزشی دارد. بعد از الله ما هیچ کسی قریبتر به خود نداریم از مادر. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که سود 70 باب و 70 دروازه دارد. اندکترین و پایینترین درجه سود این است که انسان با مادرش زنا کند. از این شما برداشت بکنید که کسانی که امروز مرتکب این جنایت میشوند، سود میخورند، ربا میخورند، سود میگیرند، ربا میگیرند، اینها دارن هر روز با مادرشان العیاذ بالله زنا میکنند. این چقدر جنایت بزرگ، چقدر جنایت وحشتناکی است. البته بعضی ها فکر میکنند که سود خیلی آسان است، انواع و اقسام دارد، میگذرد، یعنی عادی فکر میکنند. اما یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که این حدیث را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدند که سود 77 دروازه دارد و اندکترین و پسترین آن مانند این است که انسان با مادرش زنا کند، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چی میفرماید؟ میگوید که اذا كان لك على رجل دين فاهدى لك شيئا فلا تأخذه فانه ربا. الله اکبر. دین پیامبر را، قرآن و سنت پیامبر را یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم از همه بیشتر و از همه خوبتر میفهمیدند و بسیار با التزام خاص عمل هم میکردند. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما میگوید که وقتی که تو بالای یک مردی قرض داشتی، دین داشتی، بالاش پول داشتی، اگر این انسانی که مدیون تو، مقروض تو هست، روزی آمد و به تو چیزی هدیه داد، این هدیه رو نگیری، چون این سود است. الله اکبر. این میخوان این را ببندن کلن.
در فکر سود نیستن، در فکر ربا نیستن، اما راهی که به سود و به ربا میرسانه اصحاب رسول الله میخوان این را ببندن. وقتی که تو بالای کسی دین داری و قرض داری، او برای تو هدیه پیشکش میکند. هدیه به خاطر چی میدهد؟ حتما به خاطر این است که تو را مهلت بده، به خاطر قرض و دینی که بر او داری طلبگار او نشوی به زودی. عبدالله بن مسعود میگوید که این هدیه را نباید بگیری، اگر گرفتی این سود است. از حسن بصری رحمه الله شبیه این نقل می شود که میگوید اذا كان لك على رجل دين فما اكلت من بيته فهو سحت. وقتی که تو بالای یک مرد دین داشتی و قرض داشتی، چیزی به او داده بودی، از او چیزی طلبگار بودی، اگر رفتی به خانه از او غذای خوردی، این غذا سحت است، این حرام است. چرا؟ چون شبهه است. مبادا او انسان مدیون و انسانی که مقروض است، تو بر او قرض داری و از او طلبگار هستی، به خاطر همان قرضت که مهلتی برای او داده باشی یا با او آسانی بکنی، او در بدل همان قرض به تو غذا میدهد. این غذا حرام است میگوید حسن بصری رحمه الله. و حدیث معروف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که کل قرض جر نفعا فهو ربا. هر قرضی که، هر دینی که منفعتی را به بار بیارد برایمان، این سود است. و همین فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را مد نظر گرفتن عبدالله بن مسعود و حسن بصری رحمه الله، فرمودن وقتی که تو بالای کسی قرض داشتی، از او هدیه نمیگیری و در خانهش غذا نمیخوری. البته این به شکل عمومی است، اما یک وقتی ما بالای یک همسایه خود اگر قرض داریم، مثلا او دعوتی دارد، دعوت عمومی دارد، دیگه همسایه ها هست، مهمانانی هست، ولیمه دارد، عقیقه دارد و غیره، در آنها رفتی و خوردی، اشکال ندارد چون چیز عمومی است. اما اگر او چیزی برای تو تخصیص میته و تنها برای تو میته، اینجا محل شبهه است، انسان نباید از او چیزی بگیرد. عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما بازم میفرمایند که من شفع لرجل شفاعة فاهدى الیه هدیه فهی سحت. سبحان الله. این ما وقتی که زندگی یاران رسول الله را بخوانیم که در مقابل احکام الهی، در مقابل فرامین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، آنها چگونه زندگی میکردند، این درس هایی است واقعا برای ما. آنها تمام مقاصد شریعت را میفهمیدن که وقتی که خداوند میگه سود نخورید، وقتی که پیامبر میگه سود 70 دروازه دارد که اندکترین آن مانند این است که انسان با مادرش زنا کند، آنها خوب میفهمند و میخواهند که راههای رسیدن به این مرحله را ببندند. عبدالله بن مسعود میگوید که اگر مرد برای مرد سفارش کرد، سفارش هم میفهمین، سفارش میکند نزد کسی، در این روزها که عام است این سفارش، ما شما میبینیم در دوایر حکومتی، یک جای کار ما بند است، پیش یک کسی کار ما بند است، خب حرف ما را اونجا نمیشنوند، ما میریم دنبال کسی دیگه که سفارشی بکنند برای ما اونجا. ابن مسعود میگوید اگر کسی برای کسی سفارش کرد در جایی و او کس به این سفارش کننده هدیه میدهد، اگر هدیه را گرفت حرام را خورده است. نباید این سفارش ما، این سفارشی که ما میکنیم در بدل از او پولی بخوریم و یا چیزی بگیریم. در تصدیق این قول ابن مسعود حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که من شفع لرجل شفاعه، کسی که برای یک مرد سفارشی میکند، فاهدى له علیها، در بدل این سفارش آن مرد به این سفارش کننده چیزی هدیه تقدیم میکند، فقبلها، اگر این را قبول کرد، فقد اتى بابا عظیما من ابواب الربا، یقینا این انسان
به یک دروازه از دروازه های بزرگ ربا و سود قدم نهاده است و گام نهاده است. پس سود، ربا از گناهان بزرگی هست. سود خوردن و ربا خوردن دقیقاً به معنای اعلان جنگ با الله و پیامبر است. الله متعال می‌فرماید که اگر آنها از سودشان توبه نمی کنند و باز نمی آیند، باید برای جنگ با الله و پیامبر آماده شوند. این جنایت بزرگ است، واقعا گناه بزرگ است. متاسفانه در این عصر ما، در این روزی که ما زندگی میکنیم، در جوامع ما این جنایت و این جرم و این گناه خیلی عام منتشر شده است. الله متعال همه ما شما را حفاظت بکند از سود خوردن، از سود دادن. حتی در بعضی روایات شاهد و کاتب او را هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم لعن و نفرین میکنن. شاهد سود، کاتب، کسی که نوشته میکنه یک چیز سودی را. خداوند همه ما شما را محفوظ و مصون بدارد از این گناهان بزرگ و کسانی که در این عمل و در این گناه بزرگ آغشته هستند، مبتلا هستند، الله آنها را هدایت و توفیق نصیب بکند که توبه بکنند و از این عمل ناشایست و از این گناه بزرگ توبه و رجوع بکنند به سوی الله متعال. تا قسمت بعدی و تا کبیری بعدی، الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.